سلام تماشاچیان گرامی، این است برنامه نوبتی کلاه سیرناک از تلویزیونی بهارستان. چون همیشگی در استودیوی ما 4 دوست یک اشتراک دارند، به اول با هم دیگر شناس میشیم و سپس نمایش رو ادامه میدیم. میشود؟ خیلی خوب. نام شما؟ مهریما. خیلی خوب. نام شما؟ آمینه. احسن. نام شما؟ باباخان. آفرین. نام شما؟ فریده. خیلی خوب. نام من باشد دلاور. اکنون با هم شناس شدیم. نمیخونیم؟ کی گفتم میتواند که کی بار به سیرک رفته است؟ فریده شما نرفتید؟ هیچ گپ نه. روزهای نزدیک به سیرک هم میروید. میخونیم؟ در سیرک ما چی رو میبینیم؟ داربازان رو، جانورانی رام شده خیلی زیاده. میخونیم؟ ما اینچنین با سحرگران رو هم میبینیم. همینطور نه؟ سحرگران رو دیدید شما به سیرک رفتید؟ بله. چیکار کردن؟ چشم‌بندی اجرا کردن؟ بله. چشم‌بندی اجرا کردن ولی سیرش را چیکار میکنن؟ نمیگوین. ما باشیم در نمایش کلاه سیرناک هر هفته یک چشم‌بندی رو نشان میدیم. سیرش رو باشد چیکار میکنیم؟ افشا میکنیم. همین خیلی؟ و بینندگان شما میتوانید این چشم‌بندی رو اجرا کنید. امروز هم یک چشم‌بندی پیشنهاد شما گردیده می شود. شما امکان دارید که از نمایش امروز یک چشم‌بندی را از خود کنید و بعداً رفته به دیگران نشان دهید. آماده اید که من به شما یک چشم‌بندی رو نشان دهم؟ بله. این طور باشد میگذاریم به چشم‌بندی امروزه. دوستان گرامی، در چشم‌بندی امروزه به ما ظرف کاغذین و همین گونه روی مورچه‌های کاغذین نازل می شود. فهمو؟ ما چی کار میکنیم؟ این ظرف‌های کاغذین رو میگیریم، یکیش رو در اینجا، دیگریش رو در اینجا، سومش رو در اینجا، چهارمش رو در اینجا. بعداً چی کار میکنیم؟ ببینید. روی مورچه‌های کاغذین رو گرفتیم. یعنی من همین قدرش رو میکنیم. یعنی در بالای این میگذاریم. ببینید همین جا سوراخی دارد؟ سوراخی ندارد. پس در بالایش گذاشتیم. یعنی این رو میگیریم از بالا، اینش رو از بالا، اینش رو هم از بالا. ما کار میکنیم که روی مورچه کاغذین در داخلی ظرفی اول پیدا شود. میبینیم کنی؟ هست؟ هست. پس باز یک مرتبه دیگر کنی؟ 1 2 3 4. خب باز کنی؟ خط میکنیم، در اینجا میگذاریم. کنی؟ یک توگی در بالایش خودتون گذارید. کنی؟ گذاشتید؟ کنی؟ باز گذشت. باز گذشت. یک مرتبه دیگر اجرا کنیم یا نه؟ کنی؟ یکمش کنی؟ دویمش کنی؟ سومش کنی؟ باقی مانده این رو میگیریم، همین طور قد میکنیم. کنی؟ شد یا نه؟ کنی؟ این دفعه هم شد؟ این دفعه هم شد. اکنون میخواهید سیر این چشم‌بندی رو به شما گویم، یعنی چگونه این کاغذ از ظرف میگذرد. میخواهید فهمید؟ این طور باشد میگذاریم به سیر و اسرار این همین چشم‌بندی. دوستان گرامی، پیش از اونی که ما این چشم‌بندی رو اجرا کردن میشویم، ما اول باید آمادگی بینیم. یعنی چگونه آمادگی؟
با دقت نگرید. و ما گفتیم 4 تا همین گونه ظرف لازم می شود. اکنون چیکار میکنیم؟ 4 تا ظرف هست. پیش از آغاز چشم‌بندی ما یک کار میکنیم. ببینید 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا همین خیلی ما پیشکی 1 تا همین گونه کاغذ آماده میکنیم. یکیش رو میگیریم و در داخل میگذاریم. بعداً این رو میگذاریم. فهمو؟ اکنون ما برای اجرای چشم‌بندی آماده ایم. یکمش رو گذاشتیم. چی خیل این رو پای نبردن. با دقت وقتی که اون رو همین طور میداریم زود محکم میکنیم نمیافتد. دیدید؟ میکشویم هست؟ هست. ببینید. در داخلش هست؟ معلوم شد؟ نه. کنی میگیریم. یک مرتبه دیگر. کنی مشق میکنیم ها؟ انا میخه. سیومش رو، چهارمش رو. فراموش نمیکنیم که ما کاغذ رو در کدومش گذاشته بودیم؟ در دویمش. باید در بالای همینش یک کاغذ رو گیریم. فهمو؟ 1 2 3. وقتی که اون رو میکشویم بینندگان کاغذ پنهان شده رو میبینند. ولی کاغذی که ما گذاشتیم در اینجا است. فهمو؟ نمیگذرد. در اصل ما پیشکی آمادگی دیده بودیم. فقط فراموش نمیکنیم که ما چطور این عمل رو اجرا کرده بودیم. فهمو؟ باز ببینید. 1 مرتبه. خب 2 مرتبه. 3 مرتبه. 4 مرتبه. فهمو؟ باز با دقت نگرید. این رو میگذاریم. خب دیدید؟ پیدا شد. اکنون 2 تا رو یک جای میگذاریم. فهمو؟ با دقت نگرید. 1 خب 2 چند تا بود؟ 2 انا ببینید. چند تا شد؟ 3 تا. دیدید؟ تنها ما کاری میکنیم که همین ظرف دوم همین طور معلوم نشود. چند تا است؟ 4 تا شد. دیدید؟ سیرش رو فهمیدید؟ اکنون خودتون اجرا کرده میتونید. کنی که میخواد این چشم‌بندی رو اجرا کند. کنی خیلی خوب. پس برید با نوبت میشود. اول کنی شما چیکار میکنیم گفتیم؟ پیشکی آمادگی میبینیم ها؟ کنی چشم‌بندی رو اجرا میکنیم. مرحمت. نه یکمش رو میگیریم. انا این خیلی. دویمش رو میگیریم. نه انا خیلیش دارید. زود اون رو به زمین گذارید. کنی معلوم شد؟ دیدید؟ پای نمیبرید. همین خیلی 1 مرتبه دیگه. کنی مشق کنید. زود انا میخیر. کنی خیلی خوب. کاغذ رو در اینش میگذاریم یا در اینش؟ در اینش. کنی در اینش. دیدید؟ امینا از اجرای این چشم‌بندی با خوبی برآمد. همین خیلی کنی کی میخواد باز این چشم‌بندی رو اجرا کند؟ کنی پیشکی چگونه آمادگی میبینیم؟ مرحمت. کنی شما 1 تاش رو میکشویم. نه اول ما باید آمادگی بینیم که ها در اینجا انا این خیلی انا میخواد. کنی کشوید. خب در بالای کدومش میگذاریم؟ دویمش. خب من اومد 1 2 3 کنی همش رو میبرداریم. همش رو میگیریم. بابا خان از اجرای این چشم‌بندی با خوبی برآمد. همین طور نه؟ بله. خیلی خوب. شما هم میخواهید اجرا کنید. کنی مرحمت. پیشکی آمادگی دیدیم؟ نه هست 1 تا. دیدید؟ هست یا نیست؟ اینش رو نگذارید. کنی اینش رو در اینجا گذارید. کنی ظرف رو گذارید چپ تو بدید. 1 انمونش رو احتیاط میکنیم. کنی زود.
در بالا یکمش رفته. خب شد؟ خیلی خوب. فریده هم از اجرای این چشم‌بندی به خوبی بر اومد. شما هم میخواید این چشم‌بندی رو اجرا کنید؟ خیلی خوب. کنی؟ میگیریم؟ احتیاط احتیاط احتیاط. دویمش رو کنی؟ این رو در کدومش میگذاریم؟ در اینش. کنی؟ پوشونیم. کنی؟ همش رو. مهریمه هم از اجرای این چشم‌بندی با خوبی بر اومد. هم میخونی؟ یعنی اجرای این چشم‌بندی آسان بوده است یا مشکل؟ آسان بوده است. شما یاد گرفتید؟ میتوانید در نزد دیگران اجرا کردن؟ خیلی خوب. و از خاطر نمیبریم. پیش از اونی که چشم‌بندی رو در نزد دیگران اجرا کنید، بسیار مشق کنید، آمادگی بینید، همین خیلی بعدا این چشم‌بندی رو اجرا کنید. بینندگان گرامی، اینجا برنامه نوبتی کلاه سیرنا به انجام میرسد. اگر میخواهید در برنامه نوبتی ما اشتراک ورزید، پس با رقم‌های مذکور یا اینکه سراغ ما تلویزیون بهارستان کوچه شیر 31 مراجعت کنید. خیر، تا نمایش‌های آینده اکنون کاری میکنیم که شما در خانه هایتان پیدا شوید. میشود؟ بله. آماده میشوید.